پارت دوم ماینکرافت 2 نفره با ساندویچ بی وایس همونجا. چرا آیرون گلم میزنی؟ چون دوست آهناش برای منه ها. باشه بعد واسه خودمون 2 تا آیتم جارست. زود برو بالایی. احتمال داره بعضی وقتا میزنه بعضی وقتا نمیزنه. چون میدونم هم 4 طبقه آیرون گلم آهناش بره منه باشه من میزنم. جلوی خوب داریم. گرفتم آهناشو. جلوی خوک آیرون گلم کشتیم. چرا؟ نمیدونم فکر کنم این خوک بابای آیرون گلم بود. آره حالا شانس ما رو نگاهی ویلیج یه دونه بلاک گندم نداره. بلک اسپید بلاک اسپید داره؟ نه بلک اسپید هم نداره. گوز فرمست چون البته ما ماینکرافت جدید میخوایم بریم توی اون مود هیرو براین هم هست. یعنی هیرو براین قرار بزن جیرمون. بچه نگاه بکنید ما میریم داخل موده هیرو برای نمیذاره ما پیش هم تیپی کنیم. بله و خیلی اتفاقای دیگه. بلک اسپید برو ببین تو چستش چیه. بلک اسپید برو ببین تو چستش چیه. جونم بلک اسپید. دوستان توشش تلپورت کردن. و 2 تا لباس آهنی. ای والله یکی بده من بیرون با تبر منتظرم. زود بده. آفرین دوستان خب بریم. دوستان میخواستم بابا وسیله منو میدی؟ ها وسایلات راست. بیا برو بیا دمت گرم. خب اینجا ما کرافتین تیبلمون رو بذاریم. رفتم داخل ویلیجر. گوه میدم. خب 33 تا نان باید درست کنیم. 2 تا سپر دیگه یکی ده بزن دیگه یه سطل هم درست کنیم. نه یه شمشیر نه شمشیر نمیخوام. خب اینم از این. یه کوچولو نان بخوریم. نان بخوریم. بیا سپر بیا کجای به سپر بده. سپر مقاومت یه خب ببینید دوستان من میگم برو یه دونه تخت بردار. تخت نقشه 3 تا نقشه بود توش. پشمام. این نونه منو چرا برداشتی؟ نه خودم نونامو گذاشتم توش. هیچ ببین چند تاشو بهم بده. خب دادی؟ آره کجا گذاشتی؟ تو چست؟ آره دمت گرم. خب بیا از این نقشه بریم گنج پیدا کنیم. این دیگه چه نقشه بی نقشه ایه. نگاه بکن باید سپرتو برداری که درست چی بشه که درست بزرگ بشه. نه نمیخواد. گندم بردار. گندم لازمیم. گندم لازمیم. گندم چرا من شکست چیت تبر چی شد؟ چقدر باش کار کردی؟ هیچ. یه تبر کنه رو بهت دادم. خوبه ها تو پارت 2 تونستیم سپرچی اوکی کنیم. این همه ماسته چرا اینجا افتاده؟ خسایگر بنگار یه موشک
خب یه دونه فرنس برداریم. با سطلی که ساختم بذار اینجا یه دونه لاوا بردارم. آره. اگه میتونستیم یه سطل دیگه هم برای یه لاوای دیگه برداریم خوب میشد. برای یه دونه آب دیگه میتونستیم سنگ بی نهایت افتتاح کنیم. خب من میگم دیگه بریم کم کم زیر زمین. آره. با کلنگ زمین رو بکن برو توش. اوکی؟ باش. تا منم اینجا کلی وسیله درست کنم. اول برات این کادو دارم. بیا. نه بیا. بپیشم. بپیش من. خب گل برای گل. نه هیچ خداحافظ. اصلا به من خداحافظ. کسخوری. دوستان میخوام یه بلای سر ابوالفضل بیارم. چرا؟ خودش نمیدونه حالا. اصلا نمیدونه. من اومدم یه جای دیگه کنارش نباشه. سلام. سلام. برو تو دیگه. برو تو. من نگفتم معدن درست کنم. دوستان یا خدا. ای بابا بی بیرون. نه بی بیرون اصلا. بابا میخواستیم حالا فکر کنم جوری منو بزنه رونالدو تو جام جهانی مسی رو نزده. یا خدا تبر بده. من تبر ندارم. خب بیا من با تبر چوبی میام. من با کلنگ سنگی میام. بودا بیزاره بتا فکر چی؟ گو خوره. نزن. راشتی سپر الان بیش کرده. بابا تو باید منو بزنی. نگاه من دارم اون میزنم. خداحافظ برو. خب صاحب این ویلیج هم شدیم به راحتی. داری بیای بیا اینجا. نه صاحبش نشدم تو خودتی. صاحب این ویلیج منم. بچه اگه این ویدیو رو دوست داشته باشین کامنت بذارین، فالو کنین، لایک هم بکنین. ویدیو بعدی چه بذاریم؟ امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. Let's go.